سلام به همه. اگه به داستان‌ها و مکان‌های ترسناک علاقه دارین حتما کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا ویدیوهای بعد رو از دست ندین. اینجا 4 تا از ترسناک‌ترین مکان‌های واقعی دنیا رو میخوام بهت نشون بدم. اولین مکان ترسناک جزیره ارسکا در مکزیکه. وسط کانال‌های شهر مکزیک یه جزیره متروکه وجود داره که پر از ارسک‌های قدیمی و خراب شده. داستانش از جایی شروع میشه که مردی به اسم دون جولین یه جسد دختر بچه رو کنار آب پیدا کرد. بعد از اون برای اینکه روح دختر بچه آروم بشه شروع کرد ارسک‌ها رو از درخت آویزون کردن. ولی چیزی که وحشتناکتره اینه که مردم میگن شبها ارسک‌ها چشماشون حرکت میکنه و حتی صدای پچ‌پچشون شنیده میشه. امروزه هم این جزیره یکی از ترسناکترین جاهای توریستیه، اما خیلی جرئت نمی‌کنن شب‌ها بهش بذارن. دومین مکان ترسناک شهر متروکه پریپیات در اوکراینه. این شهر قبل از فاجعه چرنوبیل پر از زندگی بود، اما بعد از انفجار نیروگاه اتمی همه ساکنان مجبور به فرار شدند. امروز خیابونا خالیه، ساختمان‌ها و مدارس متروکن و وسایل زندگی هنوز جا مونده. کمساورترین چیز سکوت کامل و حس اینکه کسی داره از پشت پنجره نگاهت میکنه. بسیاری از عکاس‌ها و ماجراجوها میگن وقتی وارد این شهر میشی حس عجیبی بهت دست میده، انگار ارواح گذشته هنوز اینجا هستن. سومین مکان جنگل آوکیگاهارا در ژاپنه که به جنگل خودکشی معروفه. درخت‌های بلند و انبوه سکوتی عجیب ایجاد کردن که حتی صدای باد هم ترسناک به نظر میرسه. این جنگل به خاطر تعداد بالای خودکشی‌ها مشهور شده. مردم محلی میگن انرژی عجیبی داره. حتی قطب‌نما و وسایل الکترونیکی گاهی تو این جنگل درست کار نمی‌کنن. اگه یک قدم واردش بشی انگار چیزی تو تاریکی تو رو دنبال میکنه. چهارمین مکان کاتاکومب‌های پاریس. تونل‌های زیرزمینی که پرن از میلیون‌ها اسکلت. این مسیرهای تاریک زیر شهر صدها ساله که وجود دارن و هزاران نفر رو دفن کردن. بازدید کننده میگن وقتی وارد تونل میشن سکوت مطلق و حس سنگینی همه جا رو پر میکنن. حتی بعضیا میگن صدای پا و زمزمه‌ای میشنون که منبعش مشخص نیست. هر کسی واردش میشه حس میکنه که تاریخ و مرگ هنوز تو این تونل‌ها زنده است. شما جرأت داشتین به کدوم یک از این مکان‌ها پا بذارین؟